اوایل آذر ماه هاندرچل به همراه کرم بورسین به مدت 3 ماه به آمریکا سفر میکنن. گفته میشه هانده قصد داره اونجا تو کلاسای بازیگری شرکت کنه. کرم در گفتگوی کوتاه با خبرنگارا گفت احتمالاً در آینده باز هم با هانده پروژه مشترک داشته باشیم، ولی نه به این زودی. زوج آیتا شاشماز و جمره بایسل با تموم شدن سریال بازی بخت برای تعطیلات به ازمیر رفتن. کرم بورسین که مهمون یه برنامه تاک شو در کانال 5 ایتالیا بود، پربحث‌ترین فرد فضای مجازی ایتالیا شد. چاتای اولسوی رکورد دستمزد رو شکست. اون قراره برای سریال جدیدش به ازای هر قسمت 450,000 لیر دریافت کنه. در 7مین دوره جوایز آلتین 61 هاندرچل و کرم بورسین برنده جایزه بهترین زوج هنری شدند. بعد از جدایی جان یامان از دیلتا لئوتا، با اینکه دیلتا هنوز به بازگشت جان امید داره، حالا اخباری از وجود رابطه عاشقانه بین جان و فرانچسکا کیلمی همبازیش تو سریال بنفش مثل دریا به گوش میرسه که البته هنوز تایید نشد و در حد شایعه است. هاندرچل قرارداد خودش رو با مبلغ 1.5 میلیون لیر با برند پوشاک نوکتورن برای تبلیغ کلکسیون پاییز و زمستون این برند تمدید کرد. بعد از اینکه کتاب انگین آکیورک با عنوان سکوت مورد استقبال قرار گرفت، حالا اون قراره تو سریال اینترنتی به اسم فرار بازی کنه که داستانش متعلق به خود انگینه. تو این سریال ایرم حلوجی اولو به عنوان پارتنر انگین بازی میکنه. با پخش شدن اولین تیزر از سریال حماسه، سکانس‌های اسب سواری و اکشن ابرو شاهین توی فضای مجازی جزو موضوعات پربحث ترکیه و جهان قرار گرفت. چند نفر از کارکنان سریال قیام عثمان از بوراک اوتچیویت به خاطر توهین و فحاشی شکایت کردند و دادستانی این پرونده رو به شورای حل اختلاف ارجاع داد. بوراک در دفاع از خودش گفته هر کسی که منو میشناسه میدونه من اهل این حرفا نیستم. طبق اخبار روزنامه تاکویم گفته میشه زوج کیوانش تاتریتو و برنساد قراره بعد از 11 سال دوباره در سریالی که داستان اون برگرفته از یه رمان روانشناسیه همبازی بشن. رسانه‌های ایتالیایی در مورد راز هیکل عضلانی جان یامان و سیکس پک اون نوشتن که این بازیگر روز 1 کیلو گوشت و 1 لیتر شیر و 3 تا تخم مرغ آبپز میخوره. چاتای اولسوی بعد از مدت‌ها به تلویزیون برمیگرده. اون قراره در سریال جدیدی برای شبکه تیوی 8 بازی کنه که در اون به احتمال قوی یا با نسلیان آتاگل یا با اوزگه گورل هم بازی میشه. طرفدارای آکین آکینوزو به مناسبت تولد این بازیگر کارهای خیرخواهانه‌ای رو با نام اون انجام دادن. اونا در بنگلادش چای آبی 7 و افتتاح کردن، به 200 نفر غذا دادن و به 2 انجمن خیریه هم کمک‌هایی رو اهدا کردن. زوج سفده ایرگینجی و ییلماز کوند که در شرف ازدواج بودن اما به خاطر خیانت ییلماز کارشون به جدایی کشید، تحمل دوری همون نداشتن و دوباره آشتی کردن. فیزا آکتان از همسر سابقش اوزجان دنیز و خواهر اون شکایت کرد. طبق ادعای فیزا اونو توی خونش دوربین کار گذاشتن و اونو زیر نظر گرفتن و تصاویر مونتاژ شدهش رو در رسانه‌ها منتشر میکنن. بازیگر ترک یشیم جرن بوزولو که 3 سال پیش عمل کوچیک کردن معده انجام داده بود، حالا با کاهش وزن 58 کیلویی و تغییرات ظاهریش توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. به تازگی سرنای ساریکایا با یه قرارداد 7 میلیون لیری چهره تبلیغاتی بانک آکبانک شده و در 2 فیلم تبلیغاتی اونا حضور خواهد داشت. زوج تانر اولمز و ایجه چشمی اولو که تیر ماه امسال ازدواج کردن، این دفعه با خبر بچه دار شدنشون تیتر اخبار شدن. گفته میشه این زوج به زودی صاحب یه دختر میشن. ایجه به عنوان هدیه بارداری از همسرش یه ماشین 400,000 لیری هدیه گرفته. گفته میشه زوج بنسو سورال و هاکان باش که توی زندگی مشترکشون به مشکلاتی برخورد کرده بودن، تصمیم به جدایی گرفتن. بسکتبالیست ترک جدی عثمان که به تازگی به ابرو شاهین پیشنهاد ازدواج داده، در مورد ابرو گفته
ابرو برای من واقعا خاصه و از همون روزی که دیدمش اینو فهمیدم. اون بهترین اتفاق زندگیمه و از سال پیش براش انگشتر خریده بودم و بالاخره شجاعتمو جمع کردم و بهش پیشنهاد ازدواج دادم. زوج برگ آتان و سلین یاجی اولو که به تازگی از هم جدا شده بودن دوباره آشتی کردن و سلین هم به مناسبت تولد برگ جشنی رو برای اون ترتیب داد. ملیسا دونگل شایعاتی که در مورد به هم خوردن میونش با هانده ارچل پخش شده بود رو رد کرد و گفت دلیلی واسه قهر نیست. هانده دختر شیرین و مهربونیه که من خیلی دوستش دارم و امیدوارم دوستیمون ماندگار بشه. سرخان چایولو که 2 ماه پیش با ازگه گورل به آمریکا رفته بود با یه حلقه 370,000 لیری به اون پیشنهاد ازدواج داد و از اون جواب بله گرفت. ملیسا دونگل که به تازگی از دنیس شاهین جدا شده در مورد این رابطه کوتاه مدت گفت رابطه‌مون تموم شد اما دوستیمون پابرجاست. بازیگر ترک ازگی مولا به خاطر توهین به موسی اورهان که متهم یه پرونده تعرض جنسیه به پرداخت 5200 لیر جریمه محکوم شد. کیوانش تاتلیتو برای فیلمبرداری فیلم جدیدش با نام روز عاشقان جلوی دوربین رفت و به تازگی یاسمین آلن هم به کادر بازیگران این فیلم اضافه شد. ایلایدا آلیشان در واکنش به اخبار تغییر چهرهش و عملهای زیباییش گفت به جز ژل لب هیچ عمل زیبایی انجام ندادم و اگرم داده باشم به کسی ربطی نداره. 3 چهره احسن اورولو، ملی سزن و جمره بایسل به عنوان ستاره‌های نوظهور و درخشان جشنواره پروانه طلایی امسال معرفی شدند. گوکان آلکان و نسرین جوادزاده آمادگی‌های لازم برای برگزاری مراسم ازدواجشون رو شروع کردن و در اولین قدم مکانی رو برای برگزاری این مراسم انتخاب کردند. ایدو تاتلیز پسرخونده معروف ابراهیم تاتلیز در مراسم ازدواج باشکوهی با یاسمی شفکاتلی ازدواج کرد. سریال آلپ ارسلان با بازی باریش آردوچ و فهری اوجن که پیش بینی میشه یکی از پربیننده ترین سریال های این فصل باشه به احتمال زیاد از 3 آبان از شبکه TRT 1 پخش میشه. فورکان آندیچ در برنامه ابراهیم سلیم در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال جواب رد شنیدی گفت یه زمانی به یه دختر علاقه داشتم اما وقتی شجاعتمو جمع کردم و به اون احساساتمو گفتم اون منو رد کرد و گفت دوست صمیمیش عاشق منه. بازیگر تولگا ساریتاش و طراح مد و استایل زینب مایروک تصمیم به ازدواج گرفتن و در اولین اقدامشون خانواده‌هاشون رو با هم آشنا کردن و برای خرید حلقه نامزدی دست به کار شدن. تعدادی از بازیگران مشهور ترکیه از جمله نسلیان آتاگل و همسرش دمت özdemir و بوراک دنیز تو مراسم افتتاحیه هتل SLS دوبک شرکت کردند. بالاخره انتظارا به پایان رسید و قرار سریال کلوب با بازی باریش آردوچ و گوکچه بهادیر از 14 آبان از پلتفرم نتفلیکس پخش بشه. سریال پرطرفدار ماراشلی رکورد فروش خارج از کشور را شکست و به 35 کشور فروخته شد. میرای دانه و اولجان انگین پسرخونده معروف صداسایان به تازگی رابطه عاشقانه‌ای رو با هم آغاز کردند. آشنایی این زوج از یه جشن تولد شروع شده. گفته میشه مریم اوزلی به کلینیک دکتر معروفی در لس آنجلس که دکتر زیبایی کیم کارداشیان هم هست مراجعه کرده و در اونجا برای تزریق ژل فرم هالیوودی 125,000 لیر هزینه کرده. حرفای برنسات در مورد زنان عاشق توی فضای مجازی به یه بحث داغ تبدیل شد. اون گفته زنی که واقعا عاشق باشه به قدرتمند بودن و ثروتمند بودن اون مرد توجه نمیکنه. اون شما رو به خاطر محبت و تأثیری که روی قلبش گذاشتین دوست داره.